خیانت شوهرم ازم رابطه 3 نفره میخواد. با هزار سختی تونستم از همسر سابقم جدا بشم و حتی یادآوری کاراش و بدبختی هایی که توی خونش داشتم حالمو خیلی بد میکنه. خوشبختانه برخلاف عامه مردم خانوادم خصوصا پدرم توی تصمیم و فرایند جدایی پشتم بودن و منو تنها نذاشتن و منو به حال خودم تو اون لجنزار رها نکردن. بعد از طلاق برگشتم خونه پدرم و سر کار رفتم و بعد از مدتی سر و کله دوباره خواستگارا پیدا شد. تصمیمی برای ازدواج مجدد نداشتم تا اینکه یک روز پدرم به هم گفت زن بیوه تو این مملکت امنیت نداره. میدونم دل خوشی از ازدواج نداری، ولی حتی برای امنیت خودت هم که شده باید این کارو بکنی. با خودم کلی کلنجار رفتم و فکر کردم. پدرم درست میگفت. من چاره‌ای جز این کار نداشتم. بعد از مدتی پسر همکار بابام اومد خواستگاری. اسمش علی بود. شرایط مشابهی با من داشت و تازه جدا شده بود. وضع مالیش هم بد نبود. از اونجایی که خانواده خوبی داشت و خودش هم مورد تایید پدرم بود، مراسم ازدواج ما خیلی سریع انجام شد و ما رفتیم سر خونه زندگیمون. من خیلی خوشحال و امیدوار بودم که این دفعه برخلاف دفعه قبل قرار خوشبخت بشم، اما زهی خیال باطل که این خوشبختی دوام آنچنانی نداشت. چند ماه بعد از اینکه رفتیم سر خونه زندگیمون، علی تازه داشت خود واقعیشو به هم نشون میداد و کم کم داشت درخواست‌های عجیبی ازم میکرد. اوایل فکر میکردم داره شوخی میکنه یا داره منو امتحان میکنه، ولی واقعیت چیزی فراتر از یک شوخی ساده و امتحان کردن بود. خواسته ها و فانتزی های علی توی رابطه داشت روز به روز بیشتر میشد و من این وسط حسابی اذیت می شدم. کار به جایی رسید که ازم خواست رابطه 3 نفره داشته باشیم و یک مرد دیگر رو هم وارد رابطمون بکنیم. یک روز که داشتم خونه رو مرتب می کردم، نامه هاشو به زن قبلیش پیدا کردم و فهمیدم با زن قبلیش هم رابطه 3 نفره داشته و حالا انتظار و توقع داشت منم مثل اون ازش اطاعت کنم و همراهش باشم. وقتی که این خواستش رو به هم گفت حسابی به هم ریختم و شروع کردم به دعوا کردن و اون شروع کرد به تهدیدهای مکرر که اگه از خونه بری یا به کسی چیزی بگی یا بلایی سر تو میارم یا سر خانوادت. برخلاف خانواده خوبی که داشت خودش یک روانی کامل بود و من میدونستم اگه حرفی بزنه عمل میکنه و من مونده بودم که باید چی کار کنم و روزی نیست که سر این قضیه اشک نریزم و حال روحیم حسابی داغونه از اینکه ذره من و این زندگی براش اهمیتی نداری. من ازدواج کردم که خوشبخت بشم، ولی بدبخت‌تر شدم.